با عرض سلام، میلاد اسماعیلی هستم. صدای منو از پادکست آغاز تولید میشنوید. پادکستی که تو هر قسمتش در مورد یکی از سوالات یا چالش‌های مربوط به شروع کسب و کارهای تولیدی صحبت میکنم و هدف اصلم اینه که بتونم یه باری از روی دوش علاقه‌مندای تولید بردارم، البته در حد توان. موضوع این اپیزود ثبت شرکت برای انجام فعالیت‌های تولیدی. توی دقایقی که پیش رو داریم میخوام به 2 سوال اصلی جواب بدم. اول اینکه آیا ثبت شرکت اساساً برای انجام فعالیت‌های تولیدی لازم هست یا نه؟ و سوال دوم این که اگر لازمه بهتره که از بین انواع شرکت‌های تجاری کدوم رو تشکیل بدیم. با توجه به اینکه موضوع صحبتمون حقوقیه و مقررات ممکنه تغییر بکنه، لازمه تأکید بکنم الان در آبان 1402 هستیم و حرفای من مطابق قوانین و مصوباتیه که تو این تاریخ مبنای عمل قرار میگیرن. پس اگر زمان زیادی از این تاریخ گذشته و دارید به صدای من گوش میدید، لازمه که بررسی بکنید آیا تغییری در قوانین یا مقررات حاکم به وجود اومده یا نه. ضمن اینکه خود من هم تلاش میکنم اگر تغییری اتفاق افتاد در اسرع وقت این اپیزود رو جایگزین بکنم. خب بریم سراغ سوال اول. آیا برای تأسیس یک واحد تولیدی ثبت شرکت لازم هست یا نه؟ پاسخ کوتاه اینه که اصولاً برای راه اندازی کارخونه یا کارگاه نیازی به ثبت شرکت نیست. یعنی اینجوری نیستش که مجوز فعالیت رو فقط به اشخاص حقوقی بدن. لازم نیست حتما شرکت ثبت بکنیم و مجوز رو برای شرکت بگیریم. میتونیم با همین شخصیت حقیقی که داریم مراحل اخذ مجوز رو طی بکنیم و کارامون رو انجام بدیم. یعنی من میلاد اسماعیلی میتونم برم مجوز رو بگیرم به اسم میلاد اسماعیلی. اصلا خبری از هیچ شرکتی هم نیست. اما این قاعده‌ای که خدمتتون عرض کردم استثناءاتی هم داره. کلاً یادتون باشه من هر جا از کلمه اصولاً استفاده میکنم، علل خصوص تو این اپیزود، معنیش اینه که استثناءاتی هم وجود داره و حرفام مطلق نیستن. مثلا مطابق قوانین فعلی مجوز تولید بدون کارخونه رو فقط به شرکت ها میدن. پس اگر بخوایم از ظرفیت سایر واحدهای تولیدی استفاده کنیم و خودمون رأساً درگیر فعالیت های تولید نباشیم، باید حتما شرکت ثبت بکنیم. یا اگر برنامه‌ریزی کردیم گواهی تاییدیه دانش بنیان بگیریم، از مزایای دانش بنیان بودن استفاده بکنیم، باز هم کماکان باید به فکر ثبت شرکت باشیم. به عنوان شخص حقیقی امکانش فعلا وجود نداره. اما علاوه بر این موارد استثنایی، خیلی وقتا با اینکه الزام حقوقی برای ثبت شرکت وجود نداره، شرایط اقتضا میکنه که این کار رو انجام بدیم. مثلا فرض کنید من و شما تصمیم گرفتیم یه واحد تولیدی رو اندازی بکنیم. خب الان مجوزها باید به اسم کدوم یکی از ما گرفته بشه؟ مجوزهایی که صادر میکنن به اسم یک شخصه. نمیتونیم دوتایی بریم و بگیم مجوز رو به اسم جفتمون صادر بکنید. حالا فرض بکنید که مجوز رو من بگیرم و فردا دوچار اختلاف بشیم. من بگم نمیخوام ادامه بدم، اون وقت تکلیف شما چه میشه؟ از اینجور چالش ها زیاده. مثلا اداره کار با کی باشه؟ کدوم یکی از ما حق امضا داشته باشه؟ چجوری سود و زیان رو بین خودمون تقسیم بکنیم؟ خب برای اینکه همچین مسائلی پیش نیاد و واقعا به خاطر اتفاقهای خیلی روتین و جزئی کارمون متوقف نشه، بهترین کار اینه که یک شرکت تجاری ثبت بکنیم تا هم تکلیف جزئیات روشن باشه و همین که رابطه شفافتر و قاعده‌مندتری با هم دیگه داشته باشیم. پس جواب سوال اول میتونم به این شکل خلاصه بکنم که اصولاً برای انجام فعالیت‌های تولیدی نیازی به ثبت شرکت نیست، اما اگه چند تا شریکیم یا کارمون جوریه که نیاز داریم بعداً اشخاصی به کمکمون بیان و شریک بشن، بهتره که از همون اول شرکت ثبت بکنیم. علاوه بر این بعضی وقتا هم که اصلا الزام حقوقی وجود داره و یه پروانه‌ای رو می‌خوایم، مجوزی رو می‌خوایم که فقط برای شرکت‌ها صادر میشه. نمونه‌های اصلیشو براتون گفتم. تولید بدون کارخانه بود یکیش هم برای دریافت تاییدیه فعالیت دانش بنیان بود. واسه این 2 مورد ما مجبوریم که شرکت ثبت بکنیم. موارد دیگه هم هست که حالا کمتر به کار میاد، کمتر رایجه،
من دیگه توی این پادکست بهش اشاره نمی‌کنم. اما سوال دوم، اگر فهمیدیم که بهتره در قالب یک شرکت تجاری فعالیت بکنیم، کدوم نوع شرکت بهتره؟ مطابق قوانین فعلی برای شرکت‌های تجاری چند تا قالب مشخص کردند که باید حتما یکی از همونها رو انتخاب بکنیم. حالا از بین این قالب‌ها که اصطلاحاً بهشون میگیم انواع شرکت، چند تاشون هستن که عموماً ازشون استقبال نمیشه و ما هم خیلی بعیده که بخوایم انتخابشون بکنیم. من صحبتم رو با همین نوع شرکت‌ها شروع میکنم. یعنی شرکت‌هایی که معمولاً ازشون استقبال نمیشه. پرچمدارشون هم شرکت‌های تضامنی و نسبی هن. اینا 2 تا شرکتن. شرکت تضامنی یه قالبه، شرکت نسبی هم یه قالب دیگه است. تو این 2 تا شرکت مسئولیت شرکا نسبت به بدهی‌های شرکت خیلی زیاده. خب اینا ویژگی‌های متنوعی دارن. من وقتی که راجع به مسئولیت صحبت میکنم به خاطر اینه که یکی از مهمترین ویژگی‌هاشون همین موضوع مسئولیت شرکا نسبت به بدهی‌های شرکت. اما برای اینکه منظورم از مسئولیت رو بتونم شفافتر بیان بکنم، فرض بکنید که سرمایه شرکت تضامنی کلاً 500,000 تومانه و این شرکت میاد از مشتریای مختلف علل حساب پول میگیره که بعداً یه کالایی رو از ترکیه وارد بکنه و بهشون تحویل بده. اما این وسط یه مشکل پیش میاد، مثلا پولو از دست میده شرکت، کالام نمیتونه وارد بکنه و شرایط رقم میخوره که شرکت 100 میلیارد تومان بدهکار میشه به همین افرادی که پول دادن. حالا منظورمون از این که میگه مسئولیت شرکا به شرکت‌های نسبی و تضامنی زیاده چیه؟ شرکت نسبی رو اجازه بدید با تأخیر بگم، از شرکت تضامنی شروع بکنم. توی شرکت تضامنی اگر طلبکاران نتونن طلبشون رو از دارایی‌های شرکت وصول بکنن، یعنی از همون 500,000 تومان سرمایه شرکت و حالا حساب‌های دیگه‌ای که متعلق به شرکت و شاید یه پولی توشون باشه، توی یه همچین حالتی اگر نتونن طلب خودشون رو وصول بکنن، بعد از انحلال شرکت میتونن مستقیما برن سراغ شرکا و طلبشون رو از اونا بخوان. شریکی هم که بهش مراجعه شده مجبور کل اون طلب رو پرداخت بکنه، حتی از اموال شخصی خودش، یعنی قاعدش هم همینه. این در حالیه که اصولا ما تو شرکت‌های سهامی و مسئولیت محدود شاهد چنین اتفاق نیستیم. یعنی طلبکار نمیتونه مستقیما به شرکا مراجعه بکنه. اونجا اگر 10 میلیارد یه طلبکار طلب داشته باشه از شرکت و کل دارایی شرکت فقط برای پرداخت 2 میلیارد تومان کافی باشه، اون 8 میلیارد باقی مونده رو از دست میده طلبکار. شاید شرکا خودشون خیلی پول دار باشن، 2 میلیارد براشون پول خورد باشه، ولی با این وجود طلبکار نمیتونه بقیه طلبش رو مستقیما از شرکا بخواد. در حالی که توی شرکت‌های تضامنی اینجوری نیست. تو شرکت‌های تضامنی طلبکار میدونه که اگر نتونست طلبش از دارایی‌های شرکت بگیره، اولاً که منحل کردن شرکت خیلی کار سخت نیست. اصلا این شرکت ممکنه که ورشکسته باشه، خیلی ساده میشه منحلش کرد و ثانیاً که مستقیما میره سراغ شرکا، میگه من کاری ندارم که شرکت شخصیت حقوقی مستقلی داره، شما شرکتتون تضامنی بوده و الان موظفید که کل مطالبات منو پرداخت بکنید. شرکت نسبی هم شبیه شرکت تضامنیه، فقط فرقشون تو اینه که در شرکت تضامنی طلبکار میتونه کل طلبش رو از یک شریک بخواد، لازم نیست دونه دونه بره سراغ همه شرکا. 4 تا شریک وجود داره، طلبکار تصمیم میگیره که فقط به یکیشون مراجعه بکنه و کل طلبش هم از همون شخص بگیره. ولی در شرکت نسبی این شکلی نیست. در شرکت نسبی یکم کار سخت‌تر میشه، چون طلبکار باید به هر شریک نسبت به سهمش مراجعه بکنه. مثلا اگر 20% از سهم الشرکه برای یکی از شرکا باشه، طلبکار میتونه فقط 20% طلبش رو از این شریک بخواد. تکلیف بقیه طلبش چی میشه؟ اونا میتونه بگیره، ولی باید بره توی روزنامه رسمی ببینه کیا شریک بودن، سهم هر کدوم چقدر بوده، دونه دونه به اندازه سهم هر کدومشون به شرکا مراجعه میکنه و طلبشو میگیره. البته این نکته هم اضافه بکنم، درسته که در شرکت تضامنی طلبکار میاد پیش یکی از شرکا، حالا میتونه پیش چند تا شریک هم بره، تو مثلی که من گفتم،
میره پیش یکی از شرکا و کل طلبش رو از اون میخواد. ولی اون شریک هم میتونه بعدن که پرداخت کرد بدهی‌هاشو، یعنی بدهی‌های شرکت رو به این طلبکار پرداخت کرد، بره سراغ بقیه شرکا بگه که شما هم سهمتون رو به من بدید. یعنی تو روابط بین خودشون میتونه مراجعه بکنه به بقیه شرکا. ولی وقتی که طلبکار اومد پیشش دیگه نمیتونه بهونه بیاره که من سهمم مثلا 20% بوده از سرمایه شرکت، فلانی که 60% داشته بعد پیش ایشون برید که اصل طلب رو بگیرید. نه، همچین بهانه‌هایی وجود نداره. پس تا الان با شرکت‌های تضامنی و نسبی آشنا شدید. مسئولیت شرکا تو این شرکت‌ها خیلی زیاده، پس ما سراغ این شرکت‌ها نمیریم مگر اینکه مجبور باشیم. مثلا بعضی وقتا میگن که فلان مجوز رو فقط به شرکت‌های تضامنی میدیم. الان اگر من و شما بخوایم صرافی بزنیم میگن که باید شرکت تضامنی ثبت بکنید. یا بعضی وقتا یه نهاد دولتی یا خصوصی یه پروژه بزرگی داره، برای اینکه خیالش راحت باشه میگه که من دوست دارم طرف قرارداد یک شرکت تضامنی یا نسبی باشه. پس ما اگر میخوایم بریم این پروژه رو بگیریم مجبوریم که شرکت تضامنی یا نسبی تشکیل بدیم. ولی جز در این موارد استثنایی بهتره که از ثبت همچین شرکت‌های اجتناب بکنیم، نریم سمتش. 2 شرکت دیگه داریم به اسم مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی. تو این شرکت‌ها 2 دسته شریک وجود داره. یک گروه ضامنن، یعنی طلبکار بعد از انحلال شرکت میتونه مستقیما بهشون مراجعه بکنه. اما گروه دیگه ضامن نیستن. طلبکار نمیتونه مستقیما بهشون مراجعه بکنه. برای همین هم هست که به این شرکت‌ها میگن مختلط، چون یه جورایی حسب مورد ترکیبی از شرکت تضامنی با سهامی خاص یا ترکیبی از شرکت تضامنی با مسئولیت محدوده. بعضی از شرکا تو این شرکت مسئولیتشون مثل شخصیه که توی شرکت تضامنی شریک باشه. بقیه شرکا نه. شبیه کسی هستن که توی یک شرکت مسئولیت محدود شریکه، یا شبیه کسی هستن که توی یک شرکت سهامی خاص شریکه، مسئولیتشون محدوده. اما چه زمانی میریم سراغ ثبت این شرکت ها؟ ببینید، همینطور که گفتم گاهی اوقات تاکید میشه که فلان مجوز رو فقط به شرکت میدیم که تو شریک ضامن وجود داشته باشه. خب میتونیم مستقیما بریم شرکت تضامنی یا نسبی ثبت بکنیم. اما هر کسی حاضر نیست بیاد در چنین شرکت‌هایی با ما مشارکت بکنه. یعنی شاید نتونیم سرمایه مناسب رو تأمین کنیم. تصور کنید که یه سرمایه گذار بگیم شما اگه 1 میلیون بدید و شریک بشین، ممکنه فردا یکی بیاد 100 میلیارد بدهی شرکت رو از شما بخواد. خب معلومه که خیلی از افراد فرار میکنن و حاضر به مشارکت در چنین شرکتی نیستن. برای همین هم میایم شرکت تضامنی تشکیل میدیم. بگیم که شما بیاین، سرمایه‌تون هم بیارید، سهم الشرکه هم بگیرید، اما لازم نیست ضامن بشید. خیالتون راحت باشه. مسئولیتتون زیاد نیست. یکی دیگه ضامن شده، مسئولیت رو قبول کرد. اما خب معمولاً در فعالیت‌های تولیدی نیازی به ضامن نیست. یعنی کمتر پیش میاد که دیگران توقعی از ما داشته باشن یا مجوزی برای فعالیت‌های تولیدی وجود داشته باشه که فقط برای این جور شرکت‌ها صادر بشه. پس ما هم سخت نمیگیریم و تا وقتی که مجبور نباشیم چنین شرکت‌هایی رو ثبت نمی‌کنیم. بریم سراغ شرکت تعاونی. معمولاً روی این شرکت حساب ویژه‌ای باز می‌کنن. مطابق قانون بخش تعاونی، شرکت‌های دولتی و نهادهای وابسته به دولت برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌هاشون باید شرکت‌های تعاونی رو در اولویت قرار بدن. کلاً دولت باید از شرکت‌های تعاونی حمایت کنه. پس یه شرکت تعاونی ساده‌تر میتونه وام بگیره یا از تسهیلات مختلف برخوردار بشه. از این نظر مزیت داره نسبت به شرکت‌های دیگه. اما مسئله اینه که اولاً نمیشه خیلی از فعالیت‌ها رو در قالب شرکت تعاونی انجام داد. و ثانیاً اینجوری نیست که عضو تعاونی بشیم و در عین حال کنترل کاملی هم روی شرکت داشته باشیم. حالا الان چند تا نکته خدمتتون عرض میکنم، موضوع شفاف میشه. شرکت تعاونی باید حداقل 7 عضو داشته باشه. یعنی که دارم میگم حداقل، یعنی شاید برای یه فعالیتی بگن 9 عضو. تو این شرکت وقتی میخوان برای یک موضوعی تصمیم گیری بکنن، حق به رأی همه اعضا مثل همه.
تعداد سهامشون مبنا قرار نمیگیره. این در حالیه که توی شرکت سهامی شخصی که سهامش بیشتره حق رأی و تاثیرگذاری بیشتری هم داره. اما تو شرکت تعاونی اینجوری نیست. پس حتی اگر سهام زیادی داشته باشیم، حداقل 6 تا عضو دیگه هم وجود دارن که حق رأیشون مثل ماست. تو این شرایط نمیتونیم کنترل زیادی روی شرکت داشته باشیم. یکی از 7 تا عضویم. پس اگر خودمون دوست داریم تصمیم گیرنده باشیم، سیاست‌های خودمون رو دنبال بکنیم و همه چیز کاملا در کنترل خودمون باشه، شرکت تعاونی مناسب نیست. ضمن اینکه شرکت تعاونی تشکیل شدنش نیاز داره به مجوز اداره تعاون. یکی از شرایطی هم که مهمه برای اداره تعاون و بر مبنای اون مجوز رو صادر میکنه اینه که هدف از تشکیل شرکت تعاونی با اهدافی که تو ماده 1 قانون بخش تعاونی اشاره شده سازگار باشه. مثلا هدف از فعالیت شرکت این باشه که شرایط و امکانات کار رو برای همه فراهم بکنن تا از اشتغال کاملی برخوردار بشه. یا مثلا فعالیت‌های شرکت تعاونی باید جوری باشه که وسایل کار رو در اختیار کسایی قرار بده که امکانات کامل ندارن، یا بیاد جلوی انحصار و احتکار و تورم رو بگیره. حالا خودتون این ماده‌ای که خدمتتون عرض کردم رو بررسی بکنید و بعدش شاهد خواهید بود که برای بسیاری از فعالیت‌ها نمیتونیم چنین اهدافی رو تصور بکنیم و اصلا امکان تشکیل شرکت تعاونی وجود نداره. شرکت دیگه‌ای که احتمالاً باهاش آشنا هستید شرکت سهامی عامه. تو این شرکت اتفاق ویژه‌ای میفته. اول از همه چند تا شخص حقیقی یا حقوقی میان به عنوان مؤسس کارهای مقدماتی رو انجام میدن و بخشی از سرمایه شرکت رو خودشون تعهد میکنن. بخش دیگه از سرمایه هم توسط دیگران تعهد میشه. مثلا مؤسسا 40 میلیون از سرمایه شرکت رو خودشون پرداخت میکنن یا تعهد میکنن که پرداخت بکنن، اما 60 میلیون تومان بقیه‌اش رو دیگران از طریق پذیره‌نویسی میان تعهد میکنن. پس تشکیل شرکت سهامی عام رو میتونیم یه راهکاری بدونیم برای جذب سرمایه بیشتر. اما نکته مهم اینه که فقط مؤسسا نیستن که صاحب شرکتن. کسایی که پذیره‌نویسی میکنن یا به هر طریق دیگه سهامدار میشن میتونن در مجامع عمومی حق رأی داشته باشن، در تصمیم گیری ها مشارکت بکنن. حالا به عنوان مثال میتونن در انتخاب اعضای هیئت مدیره نقش داشته باشن. مثلا شاید خودشون به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره یا حتی رئیس هیئت مدیره انتخاب بشن. میتونن در تغییر مفاد اساسنامه نقش داشته باشن یا جزو کسایی باشن که به کاهش یا افزایش سرمایه شرکت رأی میدن. شاید موافق عزل یک مدیر و نصب یک مدیر دیگه باشن و خیلی از موارد دیگه‌ای که به هر حال توی مجامع مطرح میشن و هر سهامداری میتونه در حد تعداد سهام و حق رأیی که داره نظر خودش رو اعمال بکنه و تاثیرگذار باشه. همه اینایی که گفتم برای تمام کسایی است که سهام دارن، چه سهام رو توی بازار بورس خریده باشن، چه پذیره‌نویسی کرده باشن و چه مؤسس باشن. حالا اشاره هم کردم هر سهامداری میتونه خیلی راحت سهام خودش رو به دیگران منتقل بکنه در شرکت‌های سهامی عام. پس با این وجود شاید توی ابتدای تشکیل شرکت خوشحال باشیم که بخش قابل توجهی از سهام شرکت متعلق به خودمونه و در خیلی از تصمیم‌ها نقش کلیدی و کنترلی داریم، اما به تدریج خرید و فروش‌هایی که اتفاق میفته باعث بشه که شخص دیگه‌ای تعداد زیادی از سهام شرکت رو تصاحب بکنه و به یکی از تصمیم گیرندگان اصلی تبدیل بشه. برای همین هم هست که شرکت سهامی عام رو نمیتونیم خیلی تو مشتمون نگه داریم. علاوه بر این تشکیلش هم کار آسونی نیست. تشریفات و مراحل خیلی زیادی داره. متقاعد کردن افراد برای پذیره‌نویسی خیلی وقتا کار دشواریه و اصلا به طور کلی میتونیم بگیم تشکیل شرکت سهامی عام گزینه مناسبی برای افراد تازه کار نیست. چه بسا که خیلی از سرمایه گذاران با تجربه هم صلاح رو در این میبینن که نرن سمت شرکت سهامی عام. حالا جزئیات تکمیلی شرکت سهامی عام رو توصیه میکنم برید توی ویکی‌تولید بخونید، باش آشنا بشید، ولی فکر میکنم همین کلیت کافی باشه برای بحث امروزمون.
2 تا شرکت مونده که گزینه‌های اصلی خیلی از علاقه‌مندان تولید و فعالان عرصه کسب و کارن. یکیشون شرکت مسئولیت محدوده و اون یکی شرکت سهامی خاص. چون احتمالاً این 2 تا شرکت برای شما هم گزینه‌های جذابی به نظر میان، جزئیاتشون رو به طور همزمان توضیح میدم تا ساده‌تر بتونید تفاوت‌هاشون رو پیدا بکنید و متوجه بشید. اصولاً تو شرکت‌های سهامی و شرکت مسئولیت محدود، طلبکارا نمیتونن مستقیم به شرکا مراجعه بکنن. یعنی یا باید کل طلبشون رو از دارایی شرکت وصول کنن، یا اگر دارایی شرکت کافی نیست ضرر میکنن، بخشی از طلبشون رو نمیگیرن. این در حالیه که مثالش رو زدم، گفتم شاید شرکا یا سهامدارا میلیاردر باشن، حساب بانکیاشون پر باشه، اما ماهیت این شرکت جوریه که شرکا لازم نیست بیان از اموال شخصی خودشون بدهی‌های شرکت رو پرداخت بکنن، خیالشون راحت. هم در شرکت مسئولیت محدود و هم در شرکت سهامی خاص، شرکا اشخاص شناخته شده‌ای هستن. یعنی چیزی مثل پذیر نویسه نداریم که باعث بشه یه سری افراد جدید و ناشناخته وارد شرکت بشن. این میتونه اتفاق خوبی باشه. خیلی دوست ندارن دائم با اشخاص جدید سر و کار داشته باشن و به هر حال مهمه که شرکا بتونن حرف همو بخونن توی بسیاری از فعالیت. اما یه مسئله قابل طرحه، یعنی یه سوالی رو باید بپرسیم و اونم اینه که آیا شریک میتونه سهم خودش رو به یکی دیگه منتقل بکنه؟ چون اگه این اتفاق بیفته ممکنه خود اون شریک بره، یه شخص دیگه جایگزینش بشه. ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که افراد شناخته شده باشن، ثابت باشن، این یک مزیته، در حالی که وقتی بحث انتقال سهام مطرح میشه در شرکت‌های سهامی و بحث انتقال سهم الشرکه در شرکت‌های غیر سهامی مطرح میشه، ممکنه که واقعا این چیدمان شرکا تغییر بکنه، یا حتی یه وقتایی شریک کل سهمش رو منتقل نمیکنه، یه بخشش رو منتقل میکنه، خودش میمونه، یکی دیگه هم اضافه میشه. حالا تو شرکت‌های سهامی عام که تکلیف روشنه، چنین چیزی وجود داره، یعنی اصلا قاعدش اینه که هر وقت هر کی دلش خواست میتونه سهام خودش رو به دیگران منتقل بکنه. اصلا این سهامی که ما در بازار بورس خرید و فروش میکنیم همون سهام شرکت‌های سهامی عامه که داره بین اشخاص تبادل میشه. و الان سوال ما اینه که تو شرکت‌های سهامی خاص و مسئولیت محدود اوضاع به چه شکل؟ تو این 2 تا شرکت شرکا میتونن خودشون تو اساسنامه شرایط انتقال رو مشخص بکنن. مثلا بگن هیچ شریکی نمیتونه بدون اجازه بقیه شرکا سهام خودش رو به دیگران منتقل بکنه. یه همچین چیزی رو می‌نویسن در اساسنامه و اساسنامه هم که قانون اساسی شرکته بهش عمل میشه. اما اگر چنین چیزی مقرر نشده باشه، وضعیت تو این 2 تا شرکت متفاوت. اینم بگم خیلی‌ها که دارن شرکت تشکیل میدن و حالا کارهای ثبتش رو انجام میدن، خیلی دیگه توجهی به اساسنامه ندارن، یا سپردن یه مؤسسه‌ای داره شرکتشون رو ثبت میکنه، از یه فرمت عمومی استفاده شده، یا خودشون از اینترنت یه چیزی رو پیدا کردن و بعید نیست که همچین چیزهایی در اساسنامه دیده نشده باشه. خب اگر دیده شده باشه که مطابق همون عمل میشه در مورد این 2 تا شرکت. اما اگر چیزی در اساسنامه مقرر نشده باشه، وضعیت این 2 تا شرکت متفاوت. توی شرکت مسئولیت محدود شرکا نمیتونن سهمشون رو به اشخاص بیرون شرکت منتقل بکنن مگر اینکه رأی‌گیری انجام بشه و اکثریت شرکا که حداقل 75% سرمایه شرکت متعلق به اونها باشه موافقت بکنه. این بر مبنای مکانیزم عمومی تصمیم گیری تو شرکت‌های مسئولیت محدوده. یکم بحثش پیچیده است، توی ویکیتولید توضیح دادیم، میتونید مراجعه بکنید ببینید هر تصمیم رو چجوری در شرکت مسئولیت محدود اتخاذ میکنن. ولی بحث انتقال سهم به این شکل، یعنی رأی‌گیری انجام میشه و بعد بقیه شرکا خلاصه برآیند نظرشون مثبت باشه که این اتفاق بیفته. اما در شرکت سهامی خاص برعکس، انتقال سهام آزاده. گفتیم میشه تو اساسنامه محدودش کرد، ولی اگر به کتاب‌های حقوقی مراجعه بکنید ببینید که نهایتاً اگر شریکی بخواد سهامش انتقال بده
و بقیه شرکا هم مخالفت بکنن به موجب اساسنامه، بگن که ما در اساسنامه محدود کردیم، مثلا باید این شرایط وجود داشته باشه، دلیلشون باید موجه باشه. یعنی این مخالفته باید موجه باشه، وگرنه شریک میتونه مستقیما بره دادگاه بگه که شرکای من غیر موجه دارن مخالفت میکنن، دلیل موجهی ندارن و ممکنه که خود دادگاه مجوز انتقال رو صادر بکنه. برای همین هم هست که میتونیم به صورت خلاصه بگیم که انتقال سهام در شرکت سهامی خاص راحت تر از انتقال سهم الشرکه در شرکت مسئولیت محدوده. پس اگر نسبت به شریکامون تردید داریم، میخوایم راه خروجمون باز باشه، شرکت سهامی خاص بهتره. اما اگر نسبت به این موضوع گارد داریم، دوست داریم با افراد مشخصی کار بکنیم، مثلا به دلیل حضور همین شرکاست که ما تصمیم گرفتیم وارد این شرکت بشیم، شرکت مسئولیت محدود گزینه مناسب تری به نظر میاد. یکی دیگه از تفاوت‌های مهم شرکت‌های مسئولیت محدود و سهامی خاص بحث تشریفات و قواعد قانونیه. ما در قانون تجارت کلی قاعده و مقرره در مورد شرکت‌های سهامی داریم. یعنی خیلی از جزئیات توی قانون اومده. اما در مورد شرکت مسئولیت محدود تشریفات خیلی کمتره و این خود شرکان که باید راجع به بسیاری از جزئیات بشینن صحبت بکنن، به توافق برسن و قاعدتاً اگر شرکت سهامی خاص میخوایم تشکیل بدیم باید اطلاعات حقوقیمون بیشتر باشه، یا اگر اطلاعات حقوقی نداریم بیشتر به مشاوران حقوقی مراجعه بکنیم. اما تو شرکت مسئولیت محدود به هر حال کم بودن قاعده و قانون‌ها و بکن نکن‌ها باعث میشه که کارمون ساده تر باشه. ولی خب وجود این تشریفات هم خیلی اتفاق بدی نیست. باعث میشه روابطمون شفافتر و جدی‌تر باشه. به خاطر همین اگر شریکا خیلی به هم اعتماد دارن یا فضای دوستانه بینشون حاکمه، شاید نیازی واقعا به این تشریفات نباشه. اما اگر تعدادشون زیاده، خیلی روی هم شناخت ندارن، دوست دارن که روابطشون جدی‌تر باشه، رسمی‌تر باشه، مطابق تشریفات باشه، باید برن سراغ شرکت سهامی خاص. فکر میکنم توضیحاتی که دادم با اینکه مختصر بودن و خیلی از جزئیات رو نگفتم، تا حدی بتونن به تصمیم گیری دقیق‌تر شما کمک بکنن. ضمن اینکه چند بار اشاره کردم، میتونید به سایت ویکی تولید برید و از بخش حقوق شرکت‌ها به مطالب دقیق‌تر و کاملتری دسترسی داشته باشید. مثل همیشه برای ارتباط با من میتونید از سایت ویکی تولید یا از سایت شخصی خودم miladesmaili.ir استفاده بکنید. حتما پیام هاتون رو میخونم. ضمن اینکه اگر مطالب رو مفید دونستید، ازتون خواهش میکنم که پادکست آغاز تولید رو به سایر علاقه‌مندان تولید معرفی بکنید تا بتونیم اطلاعاتمون رو با افراد بیشتری به اشتراک بگذاریم و جامعه بزرگتری داشته باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خیلی زود با اپیزود بعدی برمیگردم.